ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابوذر خداوند از او راضی باد روایت است که فرمود: گفتم ای رسول خدا، مرا از شب قدر خبر ده که در ماه رمضان است یا در غیر آن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: بلکه آن در رمضان است. گفتم ای رسول خدا، آیا شب قدر با پیامبران است و چون وفات کنند شب قدر نیز برداشته می شود یا تا روز قیامت باقی می ماند؟ گفت بلکه تا روز قیامت باقی می ماند. گفتم در کدام وقت رمضان است؟ گفت شب قدر را در دهه اول و آخر آن جستجو نمایید. بعد از آن پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهای گفت و سپس وقت را غنیمت دریافتم و گفتم ای رسول، سوگند می دهم مرا خبر کن که قدر در کدام دهه رمضان است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من غضبی سخت کرد که مثل آن پیشتر و بعد آن غضب نکرده بود و گفت: اگر خداوند خواهد شما را از آن خبر می دهد. شما قدر را در هفته آخر رمضان جستجو نمایید. روایت حاکم. علما در شرح این حدیث می گویند شب قدر در ماه مبارک رمضان است و آن از 1000 ماه قمری که برابر به 83 سال و 4 ماه می باشد بهتر است. البته این یک فضل و رحمت الهی برای امت محمد صلی الله علیه و سلم است که یک شب قدر که شاید 10 ساعت بیش نباشد عبادتش بهتر از 1000 ماه یا خود 83 سال و 4 ماه است. فضیلت این شب قدر تا روز قیامت باقی خواهد ماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور می دهد که قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید و این به خاطر بیشتر ثواب و خیر دهه آخر رمضان را به دست آوردن می باشد. چطوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: اگر خداوند می خواست شب قدر را برای بندگان مشخصاً بیان می نمود. حکمت مشخص نکردن شب قدر در آن است که روزداران 10 شب آخر را با طاعت و عبادت سپری نمایند و ثواب بیشتری به دست آورند، ولی با دلیل های حدیث های دیگر شب قدر را شب 27 ماه رمضان گفته اند و این چنین در دیگر حدیث ها آمده است که شب قدر را در شبهای طاق دهه آخر جستجو نمایید. خلاصه شب قدر با احتمال زیاد در شبهای طاق دهه آخر ماه شریف رمضان آمدنش ممکن است و خداوند داناتر است در این مسئله. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که شب قدر بهتر از 1000 ماه می باشد. یعنی آن عبادت هایی که در این شب می کنیم ثواب 1000 ماه را دارد که این یکی از فضیلت های ماه شریف رمضان است که به امت محمد صلی الله علیه و سلم هدیه کرده شده است. پس این شب را از دست مدهیم. علمای اسلام این چنین می گویند که شب قدر فقط در یک شب خاص نمی آید. ممکن است که شب 21 آید یا 23 آید یا 25 یا شب 27 یا 29. بعضی علما می گویند که شب قدر در هر سال تغییر می آورد، یعنی که در یک شب خاص نیست. به همین سبب ما باید دهه آخر ماه شریف رمضان را با طاعت و عبادت گذرانیم و ان شاء الله یکی از این شبها که شب قدر است آن را دریابیم و ثواب 1000 ماه عبادت را به دست آوریم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.